الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادر سوال کردند که خال گذاشتن بر روی و رسم کشیدن در جسم که امروز بسیار انسان ها به کفار تقلید میکنند و انجام میدهند، آیا جایز است یا که حرام است؟ بارک الله فیکم. 100% حرام است. امروز رسم های رنگ برنگی که در جسم کشیده می شود، این را نکولکه هم میگن به روسی، یا که خالگذاری بر رخسارا و غیره، هر یک نقطه اش حرام است و جایز نیست که برای مسلمان این عمل را انجام بدهد. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند لعن الله الواسله والمستوسله، لعن الله الواسمه والمستوسله، لعن الله النامسه والمتنمسه. الله لعنت کرده است هر کسی که به جسم انسان نقطه میگذارد، رسم میکشد، خال میگذارد، همون نکلکر و رسمش رو میکشد، و همون انسانی که همین رو به بدنش میکشاند، هر دوش ملعون است و لعنت شده است. و ما قاعده در علم اصول فقه داریم که هر کسی که هر حدیثی که در وی لعنت آمده است این گناه کبیره است. پس این گناه کبیره است. عقیده اهل سنت و الجماعت در مسئله گناه کبیره همین است که این انسان مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی است. اگر توبه نکند و فوت کند مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی است و الله هر کسی را که خواهد میبخشد و انسان باید توبه بکند و یگانه راه بخشیده شدن گناه کبیره این توبه به سوی الله سبحانه و تعالی است. پس بارک الله فیکم، این عمل حرام است. ما شما باید دست کشیم و از رسم کشی به جسم و از رسم کشی حتی به دفتر هم، از رسم کشی به یک ورق هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله ما رو منع کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در حدیث اومده است میگویند ان اشد البلاء للمصورین، سخترین ان اشد بلاء یوم القیامه للمصورین فیقولون احیوا ما خلقتم ما صورتم، یعنی سخترین عذاب در روز قیامت برای رسم کشو است. بارک الله فیکم.